سؤال دیگر، شکل خواندن جنازه نیت برای زن یا طفل و یا نیت از پشت امام رو میگفتید. التماس بابای حاجی خیلی مهم است. دیگری سوال کردن که نیت نماز جنازه خود زن، خود مرد، خود طفل، خود دخترک باشد، خود بچه‌ک باشد، مثلا چگونه؟ برادرای عزیز، در نماز جنازه از همه مهم همون 4 تکبیر است. خودش نماز جنازه عبارت از دعا است. نماز جنازه حکمش ویم فرض کفایه است. فرض کفایهش معناش اینه که اگر ما 10 کس باشیم، یک کس که جانب ما رفته در اون جنازه اشتراک کند، ای گردن 9 کس ساقط است. اینا میگن فرض کفایه. برای همین یعنی عبارت همین 4 تکبیرش مهم است. همین 4 تکبیر مهم است. یعنی وقتی که ما آمدیم، امام در راست همون سینه مرده میستد و همونجا نیت میکنه. نیت کردن بگذارم 4 تکبیری صلات جنازه. روی آوردن به قبله به جهت کعبه، خالصا لله تعالی، الله اکبر. ولی مقتدی ها باشن، همونجا در یک چیزا که دیگه زن میکنن که اقتدا کردیم به امام حاضر ایستاده، الله اکبر گفته، یکم بار دستامون می برداریم و میبندیم. دیگر دستامون بعد اینجا سبحانک اللهم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا اله غیرک. ایرا میخونیم، امام میخونه، ما میخونیم. امام الله اکبر که گفت، ما هم الله اکبر میگیم. همین تکبیرها را گفتن برادرای عزیز، ای همه مهم در جنازه همینه، تکبیرها را گفتن. زیرا که آدمی که اگر بیاد مثال 3 یا 4 رکعت دایره کند، بیا که تکبیر اول گفته شده است، همینجا باید چخیل قضا داره میره. میگه امام که سلام دادی سلام نمیته، یک بار تکبیر درکه باشی یا 2 بار 2 تکبیر درکه باشی یا 3 تکبیر، همینجا میگویی الله اکبر الله اکبر الله اکبر، بعد السلام علیکم میگویی. انا قضا داشتن همون تکبیرهای فوت شده به همین شکل. برای همین سبحان کلام را خواندی، الله اکبر میگی. بعد از او اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اینجا دم با الله اکبر امام میگه، ما هم میگیم. انا که 4 ده بعد دعا میکنیم. اونهاش هم که دعا بودن، ولی 4 ده بعد انا برای آدمای کلان، خواه مرد باشه خواه زن، یعنی آدمایی که سین بلاغت در رسیدن، خرد نیستن. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. اللهم من احییته منا فاحییه علی الاسلام و من توفیته منا فتوفه علی الایمان. همینم برادرای عزیز هم در سنن امام ترمذی آمده است و هم در سنن ابو داود آمده است. همین دعایی که من خواندم. باز برادرای عزیز و گرامی، برای با پرتر معلومات پیدا کردنتون، انا در سنن ابو داود در حدیث 3201 آمده است، در سنن ترمذی در 1024 آمده است. ولی در صحیح مسلم و با در سنن ترمذی از جناب عوف ابن مالک اشجعی آمده است که پیامبر را در یک جنازه شنیدم که این گونه دعا کردن، در جای همین اللهم اغفر لحینا، اگر این دعا را که کنین جایز بوده است. اللهم اغفر له وارحمه وعافیه واعف عنه واکرم نزوله ووسع مدخله
واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجي وادخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. أنا من عوف ابن مالک اشجعی میگه من همین دعا را از پیغمبر در یک جنازه شنیدم. بعد چی میگه همین عوف ابن مالک اشجعی؟ میگه گفتم ای کاش که در جای همون مرده من میشدم که اینقدر خیری که پیامبر در این داخل دعا در حق این مرده کرد، کاش که در جای مرده من میشدم. یعنی این ترشم برادر عزیز هست که اگر از اینها شما مثال استفاده برید. ولی برای کودک اگر بچه باشد میگیم اللهم جعل لنا فرتاو و جعل لنا اجرا و زخرا و جعل لنا شافعا و مشفعا. اگر دختر باشه فقط ضمیرها عوض میشود. اینجا اللهم جعل لنا گفتیم دخترک ده اللهم جعل لنا فرتا و جعل لنا اجرا و زخرا و جعل لنا شافعتا و مشفعتا. در دخترها این طریق دعا فقط همون ضمیرها برادر عزیز فرق